یعنی میخوای بگی تا حالا هیچ نامحرمی دستتو نگرفته؟ من فکر کردم گذشته من مربوط به خودم و برات مهم نیست که تا شب عروسی نپرسیدی. ببین هیچ وقت چیزایی رو به من نگو. هیچ وقت. من جنبه‌شو ندارم. من به هم میریزم. من ممکنه کر میفته تو مغزم یه چیزایی ازت بپرسم. اگه پرسیدم هیچی نگو. همیشه از خودت تعریف کن. من نمیخوام هیچ چیز بدی درباره تو بشنوم. من ممکنه بگم بگو عیب نداره. تیپ این آدمای بی غیرت رو بردارم. من خودمو میشناسم، داغون میشم. خب اگه عاشقم باشی نمیشه. نه بحث نکن. بگو باشه. من خیلی وقت دوست دارم خیلی ندونم تا با همسرم راحت‌تر زندگی کنم، چون بدونم. نه آگاهی، این آگاهی نیست. تجسس اونو به هم نمیریزه، تو رو به هم میریزه. یعنی گذشته بگو تو از بین میری، نه اون. ما میگیم طرفمون باید انقدر اعتماد سازی انجام دهد تا من به تجسس نیفتم، بگم تو گناه من مشترک. چرا من اعتماد سازی نمیکنم که همسرم بره تو گوشی من تجسس کنه، اونم گناه بکنه؟ من اگر یه روزی به هم بریزم به خانمم نمیگم گوشی تو بچش کن، میگم یه کاری کن حالم خوب شه. من گوشی دست نمیزنم. تو با گوشی جو رفتار کن حال من خوب شه.